هیچ نعمت بهتر از استقلال نیست. جای استقلال هست، خیل و خال نیست گفتند بزرگان. من باوری به آن میبندم که در این 33 سال استقلالیت مردم ما خودشناسی خود را درک کرد و خوب دانست که استقلال برای خلق چی داد و آنها نیز برای استقلالیت مملکت پرزوری، پر اقتداری وطن مادر چی داده میتوانند. به هر حال انا همین جشن 33 سالگی استقلالیت مملکتمان را به تمام مردم ازبکستان صمیمانه، صدقاً تبریک و هم تهنیت ها میگویم. بگذار همان فراوانی که داریم، همان تنجی، همان آسایشتگی که داریم چشم بد نرسد. سرزمین من خسته از جفای سرزمین من، دردم به دوای سرزمین من، به سرود و به صدای سرزمین من.